تأکید بر همبستگی جهان اسلام برای برون رفت از چالش‌های پیش رو. جمعی از علمای مذهبی، شخصیت‌های سیاسی و تعداد زیادی از مردم در پایتخت پاکستان در همایشی بزرگ به مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام بر ضرورت همبستگی امت اسلامی تأکید کردند. چنین همایش‌هایی که با حضور علما از مذاهب مختلف اسلامی برگزار می‌شود، می‌تواند در زمینه تقویت فضای وحدت و انسجام بین امت اسلامی نقش مهمی ایفا کند. در این همایش که از سوی شورای همبستگی ملی پاکستان و به میزبانی مجلس وحدت مسلمین برگزار شده بود، شرکت کنندگان حضرت محمد را پیامبر رحمت و مهربانی برای همه بشریت عنوان کردند. امام خمینی قدس سره بنا به فرمان امام خمینی در سرتاسر پاکستان هفته وحدت به صورت گسترده برگزار می شود. هدف ما از برگزاری همایش‌های اینچنینی ترویج وحدت اسلامی و ایجاد بیداری امت در زمینه مسائل کنونی جهان اسلام است. شخصیت‌های پاکستانی حاضر در این همایش پیشرفت و رفاه جهان اسلام را در گرو یک پارچگی امت اسلامی دانستند. امروز مشکلاتی که جهان اسلام با آن مواجه است ریشه در تفرقه و عدم یکپارچگی امت اسلامی دارد. امروز اگر همه جهان اسلام متحد شوند می توانند مسائلی همچون مسئله فلسطین را به سادگی حل و فصل کنند. همچنین از سران کشورهای اسلامی خواستند که مطابق با نظر افکار عمومی در این کشورها به صورت علنی و عملی از فلسطین و دیگر ملت‌های مظلوم جهان حمایت کنند. ما شاهد جنایات گسترده‌ای رژیم صهیونیستی در غزه هستیم. امروز این جنایات به دیگر کشورهای اسلامی همچون لبنان نیز سرایت کرده است. اگر امت اسلامی متحد بود، نه تنها اسرائیل بلکه دیگر کشورهای غربی نیز جرأت حمله و یا به تاراج بردن منابع کشورهای اسلامی را نداشتند. سخنرانان تأکید کردند زمان بیداری و هوشیاری بیشتر در جهان اسلام فرا رسیده است و باید با دسیسه‌های استکباری مقابله کنند. شرکت کنندگان در این همایش تأکید داشتند که باید با حمایت از ملت‌های مظلوم مسلمان به ویژه مردم لبنان و فلسطین ثابت کنیم که پیرو پیامبر رحمت هستیم. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.